دوستان سلام. در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تصمیم گرفته میشه برای کاهش هزینه‌ها و اعمال مدیریت هزینه، اغلب مدیران اقدام میکنن به حذف بودجه بخش‌هایی از شرکت. مثلا بخش بازاریابی و فروش رو بودجهش رو کاهش میدن، بخش مربوط به پاداش پرسنل رو یا برای برهه‌ای حذف میکنن و یا میزان اون رو به شدت کاهش میدن. همینطور در ارتباط با پروموشن و بازاریابی بودجه مربوطه رو به شدت کاهش میدن. این اقدامات بدترین شکل مدیریت هزینه ها در یک شرکته. معمولا من در شرکت هایی که با این موضوع روبرو بودن، پیشنهادی که به اونها دادم این هست که برنامه‌ریزی کنید برای توسعه بازارهاتون. زمانی که توسعه بازارها اتفاق بیفته و فروش افزایش پیدا کنه، قطعاً به طور اتوماتیک درآمد شرکت هم افزایش پیدا کرده و این افزایش درآمد شرکت منجر میشه به کاهش هزینه ها و مدیریت هزینه. اتفاق زیبا و جالبی که برای سازمان میفته این هست که از طرفی مدیریت هزینه رو اعمال کردن و از طرف دیگر با توسعه بازارها و افزایش فروش جای پای خودشون رو و سهم بازار رو به خودشون بیشتر اختصاص دادن و این نتیجه بهترین نتیجه برای شرکت‌هایی است که اقدام به مدیریت هزینه میکنن و نوعاً هم در این رابطه موفق بودن. توصیه میکنم شما هم همینطور اقدام کنید.